تراویحی که در افغانستان خوانده میشه، نمازهای خوانده میشه که اختراع مردم افغانستان است. این نمازها در سرش نوشته است Made in Afghanistan. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غلط معرفی میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه عبادت میکرد که قدمهای ازی پوسیده میشد، یعنی 8 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح خوانده. آیا امروز کدام 2 رکعت نماز تراویح به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم؟ الحمدلله رب العالمین. از همین خاطر است که تقوا حاصل نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر آیت توقف میکرد. در قرآن چی میگه؟ ورتل القرآن ترتیلا. شما قرآن ترتیل بخوانین. خواندن درست قرآن فرض از بالای تو مسلمان. اما این قسمی که ما در تراویح میخوانیم هیچ کدام از این نه مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نه ترتیل است.